سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ رو به راهی؟ خدا رو شکر. من نویدم، مشاور املاک منطقه 3 تهران. یه مدت زمانیه که تو فکرم این قضیه یه سری ویدیو بذارم که یه مقدار اطلاعات راجع به معاملات ملکی خدمت شما بدم. یکی از دوستانم که خیلی ماهره توی فضاهای مجازی، حالا ویدیو گذاشتن و اینجور مسائل برخلاف خودم، به من گفتش که باید اول خودت رو معرفی کنی و راجع به کارت و اینکه چجوری اومدی توی این کار یکم توضیحات بدی. چشم محمد جان، بروی چشمم، من الان همه رو توضیح میدم. ماجرا رو از اولش اگه بخوام بگم، چند سال پیش نشسته بودم توی حالت رستورانی، داشتم ساندویچ میخوردم. یه 2-3 ماهی بود دنبال شغل میگشتم و میخواستم کار پیدا کنم بالاخره مثل همه. بعد از دور چشمم افتاد به یه املاک، مشاورین املاک، حالا فلانجا. همینجوری داشتم نگاه میکردم، تو شیش و بش بودم، برم جلو نرم جلو، به درد میخوره نمیخوره. یه سرم واقعیت ترس داشتم، یه گاردی هم نسبت به این داستان داشتم. دیگه غذام تموم شد و در رو به دریا زدم و رفتم. همش فکر میکردم مثل این املاک قدیمی ها، کلاشاپویی ها بودن که یه سماور بغلشون بود و چای میریختن، بعد با اون سبک و سیاق سنتی. این تو ذهنم بود. دیگه رفتم و یه سری پله‌های خیلی شیک داشت، وارد اونجا شدم، دیدم نه، ماجرا متفاوته. یه منشی هستش، چند تا اتاق اون طرف هستش که حالا بعدا فهمیدم اسم اون اتاقا رنجه. دیگه ارزم به خدمتتون، دیگه مستقیم رفتم تو اتاق مدیریت و نشستم صحبت کردم، پرزنتم کردن، یه سری سوال ازم پرسیدن. بعد یه 30-40 دقیقه‌ای که سوال جوابم کردن حسابی، گفتن که میتونی مشغول به فعالیت شی. خب هیجان داشتم اولش و واقعیت فقط به پول فکر میکردم. گفتم میام تو این کار پول در میارم، اوضاع اقتصادیم اینجوری میشه و یه سری فکرایی که شاید همه میکنن. خلاصه توی املاکم که میخوای کار بکنی یه سری سلسله مراتب داره. معمولا این شکلیه که شما میری مشاور اجاره میشی، بعد اینکه حالا یه تعداد قرارداد نوشتی، میری توی فروش آپارتمان‌های کوچیک و روش فعالیت میکنی، بعد آپارتمان‌های بزرگتر و بعد کننگی و مستقلات، حالا همینجوری تا الی آخر. خلاصه من یه پله رو 2 تا 1 رفتم. اول رفتم توی فروش، گفتم که شانسم رو اینجوری امتحان کنم. خیلی هم اولش واقعا سخت بود، یه 3 ماهی نتونستم کار بنویسم و همش به اون پوله فکر میکردم، تا یه روزی بالاخره تو 1 روز قرارداد اول و دومم رو با هم نوشتم. صبح قرارداد اولم و غروبم قرارداد دومم رو نوشتم. خیلی خوشحال بودم از این داستان که آی پول در آوردم، آی کمیسیون دارم میگیرم و همش به مسائل اقتصادیش واقعیت فکر میکردم. تا تموم شد این ماجرای معامله و چند روز بعد طرفین معامله هر دوتاشون بهم زنگ زدن، آقا خدا خیرت بده، دستت درد نکنه، و راضی بودن خدا رو شکر. و دیدم که واقعا علاوه بر مسائل اقتصادی چه چیزای هیجان انگیز دیگه‌ای میتونه داشته باشه. و اینکه شما برای یه نفر خونه خریدی، حالا خونه‌ای که برای زندگیشه یا برای یه نفر خونه فروختی و اون مبلغی که تو اون برهه زمانی نیاز داشته به دستش رسوندی، خیلی هیجان انگیزه و واقعا پول و مسائل اقتصادی رفت تو اولویت چندمم. خلاصه همین رویه رو پیش گرفتم و با مشتری‌ها مالکام زندگی کردم. واقعا دغدغه‌شون رو کشیدم، باهاشون بیخوابی کشیدم، استرس کشیدم و حالا در کنار سختیایی که داشت یه سری تجربه‌های خیلی خوب بهم داد. و اینکه خب خدا رو شکر اکثر اینا تو سالهای بعدی خودشون دوباره مشتری خودم شدن و اگر دوست یا فامیل یا رفیقی داشتن که میخواست کار ملکی کنه به خودم سپردم. بعد که یه ذره جلوتر اومدم، این فضای دوستی خیلی بیشتر شد، گسترده تر شد و توی منطقه دیدم که باز دوستان اینها چقدر سوالای ملکی دارن. آقا چجوری آپارتمان بخریم، چجوری بفروشیم، قیمت آپارتمان رو چجوری به دست بیاریم، نمیدونم با این نقدینگی اینجا میشه خرید کرد، کجا اجاره کنیم. با مستاجرم به مشکل خوردم، با مالکم به مشکل خوردم، تو قراردادم یه مسئله‌ای به وجود اومده، ملک کلنگیمو چجوری باید بفروشم، اصلا
اگه بدم ساخت به چه صورت باید بدم، سازنده خوب چجوری پیدا کنم و خیلی سوالای دیگه که باور کنید فکر میکنم تو طول روز حداقل 10-15 مورد هر روز داره از من سوال میشه. دیگه گفتم شاید این مسئله سوال خیلی ها باشه، این سوالایی که از من میپرسن مشکلات و دغدغه‌های خیلی کسای دیگه هم باشه. با خودم تصمیم گرفتم که گفتم یه فضایی درست بکنم، بیام دونه دونه همه این تجربیاتی که کنار دوستان عزیزی مثل خود شماها به دست آوردم رو در قالب ویدیو در اختیارتون بذارم. قطعا میدونم اگر دنبال خرید آپارتمان بودین و این کار رو انجام دادین چالش هایی کشیدین که خب شاید یه ذره دردسر هم داشته یا یه مقدار سخت بوده و همه این مسائل قراره توی این ویدیوها با هم دیگه بررسی کنیم. یا اگه قراره یه آپارتمانی بخرین، اجاره کنین یا معامله کنین، قطعا به این مشکلایی که قراره با هم صحبت بکنیم برمیخورید. امیدوارم خیلی به دردتون بخوره. خیلی خوشحالم از این که در خدمتتون هستم. امیدوارم هر جا هستین موفق باشین. روز خوش. خدا نگهدار.